سلام میکنم خدمت تمامی دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این سری از ویدیوهای آموزشی مجموعه پاورپوینت با ما در خدمتتون هستم با آموزش نوشتن نوت در پاورپوینت. گاهی اوقات نوار نوت به صورت پیش‌ورز پایین همه اسلایدها وجود دارن، اما اگر نوار نوت در اسلایدهای شما وجود نداشتن، کافیه به سربرگ ویو برید و روی گزینه نوتس کلیک نمایید. در این قسمت نوار نوت برای شما نمایش داده میشه. در نوار نوت هر نکته‌ای که مد نظرتون هست رو میتونید تایپ کنید. در نظر داشته باشید نکاتی که در نوار نوت نوشته میشه فقط برای شخص ارائه دهنده قابل نمایش هستش. این نکات در نوار نوت به صورت خودکار در فایل شما ذخیره میشن و نیازی نیست شما هیچ کار خاصی انجام بدید و یک بار که برنامه رو ببندید و دوباره باز کنید، نوت ها برای شما نمایش داده میشن. اما اگر نیاز دارید نوت ها به همراه اسلاید های شما چاپ بشن، در سربرگ فایل روی گزینه پرینت برید و در قسمت ستینگ قسمت نوتس پیج را انتخاب کنید و در نهایت روی گزینه پرینت کلیک نمایید. بسیار خوب دوستان، امیدوارم که این ویدیوی آموزشی براتون مفید بوده باشه. اگر همچنان سوال یا ابهامی دارید میتونید از طریق تماس یا تکمیل فرم و یا یکی از شبکه‌های اجتماعی با ما ارتباط برقرار کنید. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.